گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند، مثل اسامه بن لادن. طالبای پاکستانی افکار مشابه به هم دارند. تنها هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان. پیشبینی او 4 ماه بعد به حقیقت پیوست. برج‌های دوقلوی آمریکا توسط چند هواپیما مورد حمله تروریستی قرار گرفت. احمد شاه مسعود زنده نموند تا درستی پیشگویی خودش رو ببینه. فقط 2 روز قبل از حملات 11 سپتامبر 2 مرد مراکشی با انفجار انتحاری او رو ترور کردند. شیر دره پنجشیر یا به قول همرزمانش عامر صاحب یعنی آقای فرمانده برای بسیاری از همرزمانش یادآور استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق برابر زن و مرد است. مردی که در یک دستش سلاح و در دست دیگرش کتاب شعر بود. احمد شاه مسعود در شهریور 1332 در روستای کوهستانی جنگلک در دره معروف پنجشیر و در دل کوهستان زاده شد. پدرش یک افسر ارتش بود به نام دوست محمد. احمد شاه مسعود بعد از اینکه 2 سال اول ابتدایی رو تحصیل کرد، به خاطر شغل پدرش مجبور شد که به هرات مهاجرت کنه. ادامه تحصیلاتش رو در کابل گذروند و نهایتاً وارد دانشکده مهندسی کابل شد. در سال 1353 هجری تحصیلات دانشگاهی خودش رو نیمه کاره گذاشت و با سفر به پیشاور پاکستان به صفوف مجاهدین پیوست. سال 1354 رهبر گروهی بود که مخالف داوود خان رئیس جمهور افغانستان بودند. احمد شاه مسعود مخالف داوود خان رئیس جمهور افغانستان بود که با کودتای سفید بر سر کار اومده بود. برای همین جنگ‌های چریکی رو بر ضد داوود خان شروع کرد، اما در نهایت این قیام ناکام موند و چند تن از دوستانش رو از دست داد. احمد شاه مسعود که تحت تعقیب دولت افغانستان بود به پاکستان رفت و قیامش رو اشتباه محض خوند و از همونجا راه خودش رو با گلبدین حکمتیار جدا کرد. سال 1357 گروهی از افسران ارتش افغانستان که برای آموزش نظامی از طرف داوود خان به شوروی فرستاده شده بودند، بعد از بازگشت در سال 1357 کودتا کردند و داوود خان رو برکنار کردند. کودتایی با پشتیبانی دولت شوروی و با همکاری حزب چپگرای خلق که به کودتای خونین 7 سور معروفه. 1 سال بعد احمد شاه مسعود دسته‌های منظم چریکی برای مقابله با شوروی در دره پنجشیر ایجاد کرد. ارتش شوروی سریعاً به سمت دره پنجشیر لشکرکشی کرد، اما در طول 3 سال جنگجویان مسعود تهاجم ارتش شوروی رو در دره پنجشیر دفع کردند. در آخر هم بعد از گذشت 3 سال نتیجه این درگیری ها شکست ارتش شوروی بود. شوروی مجبور شد برای 2 سال با احمد شاه مسعود توافق کنه. بعد از امضای این توافقنامه بود که برای اولین بار مبارزین افغان به عنوان یک جریان سیاسی و نظامی شناخته شدند. جریان سیاسی به نام مجاهدین. بهترین کاری که احمد شاه مسعود در طول این 2 سال آتشبس انجام داد تشکیل شورای نظار بود، یکی از منظمترین سازمان‌های چریکی در برابر اشغال شوروی به دست احمد شاه مسعود ساخته شد. این شورا متشکل از احزاب 9 ولایت شمالی افغانستان بود که بعد از پایان آتشبس حملات پی در پی ارتش افغانستان و ارتش شوروی رو بی نتیجه گذاشت.
رهبری همین مبارزات عنوان شیر دره پنجشیر رو برای احمد شاه مسعود به ارمغان آورد. حتی از اون به بعد در غرب و کشورهای غربی هم خیلی ها به او لقب چگوارا میدادن. چگوارایی که نه تنها کمونیست نیست بلکه این بار علیه کمونیسم شوروی هم به پا خواسته. با خروج شوروی از خاک افغانستان در زمستان سال 1370 احمد شاه مسعود به همراهی ژنرال دوستم که از ارتش افغانستان به اون ملحق شده بود بخشی از نیروهای ارتش افغانستان رو جذب کرد و ولایت کاپیسا و شمال کابل شامل فرودگاه نظامی بگرام رو تحت کنترل گرفت. نجیب الله رئیس جمهور دولت وقت که اون لحظه هیچ گونه حمایتی از طرف شوروی در حال فروپاشی نداشت به مقر سازمان ملل پناه برد. دولت نجیب الله از آمادگی برای تسلیم شدن خبر داد. مجاهدین طرح دولت جدید رو ریختند و احمد شاه مسعود به وزارت دفاع منصوب شد. اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یکی از رهبران مجاهدین در مناطق نهگانه طرح متشکل دولت مجاهدین و انتقال قدرت رو نپذیرفت. گلبدین حکمتیار تهدید کرد که به کابل حمله نظامی میکنه. احمد شاه مسعود تلاش کرد که باهاش مذاکره کنه تا بدون فروپاشی پلیس، امکانات شهری و ارتش قدرت منتقل بشه، ولی حکمتیار نپذیرفت و مسعود در کابل برای تقابل با حکمتیار آماده شد. دولت 3 ساله مجاهدین با جنگ داخلی وحشتناک بین مجاهدین همراه بود. مردم افغانستان خسته از جنگ با شوروی وارد جنگ داخلی جدید شده بودند. جنگ داخلی زمینه رو برای ورود طالبان هموار کرد. احمد شاه مسعود هم که همیشه از مذاکرات حمایت میکرد تا جنگ داخلی تموم بشه بدون لشکر و بدون سلاح به استقبال طالبان رفت. سازمان امنیت پاکستان طالبان را به تجهیزات نظامی مجهز کرد و شرایط رو برای به قدرت رسیدن طالبان هموار کرد. طالبان که با پرچم سفید وارد شده بود سیاه ترین روزهای افغانستان رو رقم زد. مسعود به مدت 18 ماه پشت دروازه های شهر کابل با طالبان جنگید و مانع از ورود اونها به کابل شد. اما با پیشروی طالبان احمد شاه مسعود به دره پنجشیر عقب نشینی کرد و در همونجا به جنگ با طالبان ادامه داد. بازم دشمنای مسعود در دره پنجشیر به گل نشستن و نتونستن دره پنجشیر رو تصرف کنن. طالبان به خاطر تصرف این منطقه تلفات سنگینی رو متحمل شد. احمد شاه مسعود علاقه زیادی به مذاکره و صلح داشت. همونطور که در حال جنگ با طالبان بود مذاکرات صلح رو هم انجام میداد، ولی این مذاکرات به جایی نرسید. احمد شاه مسعود به کشورهای دیگه هم سفر میکرد و هر جا که میتونست از صلح میگفت. در دیدارهای اروپایی خود پیامی به رئیس جمهور وقت آمریکا داد. پیام هم این بود: پیام من به آقای بوش این است: با وجود پایگاه‌های تروریستی حملات تنها به افغانستان محدود نمانده، بلکه دیر یا زود این خطرات گریبانگیر آمریکا یا کشورهای دیگر هم می شود. این حرف‌ها 4 ماه بعد به حقیقت پیوست. 2 روز قبل از حادثه 11 سپتامبر 2 خبرنگار وارد مقر فرماندهی احمد شاه مسعود شدند. این 2 خبرنگار به بهونه مصاحبه با احمد شاه مسعود اومده بودند، اما در واقع این 2 نفر تروریست های القاعده بودند. در نهایت هم موقعی که این 2 نفر به احمد شاه مسعود رسیدن کمربند انفجاری خودشون رو منفجر کردن و احمد شاه مسعود در همون لحظه جون خودش رو از دست داد. قهرمان ملی افغانستان با یک انفجار انتحاری کشته و یا به عبارتی شهید شد.
هنوزم که هنوزه هدف پشت پرده ترور احمد شاه مسعود مشخص نشده. به نظر شما هدف این ترور چی میتونسته باشه؟ آیا با حادثه 11 سپتامبر ارتباطی داشته؟ نظر خودتون رو برام کامنت کنید و این ویدیو رو لایک کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه بودید.